شستشویی کن و وانگه به خرابات خران. کسایی که عینک میزنند دائما عینک خودشون رو تمیز میکنن و الا درست نمیبینن. عینک اگر تیره باشه تیره میبینی. عینک ما ذهن ما هست، یعنی ما با ذهن و ذهنیت هامون عالم و آدم رو میبینیم و قضاوت میکنیم، یعنی پیش زمینه ها بر داوری های ما اثر دارند. و جالبه بدونید خیلی از مردم بر این باور هستند که راکون ها، این حیوانات عجیب، خیلی تمیز و بهداشتی هستند، چون این حیوان طعمه خودش رو قبل از خوردن میشوره. شاید این تفکر و خیال نادرست به خاطر این باشه که غذای راکون ها که غالباً گیاهان و حشرات و حلزون هایی هستند که در ماسه ها و جاهای آلوده وجود دارند. به همین خاطر مردم فکر میکنن راکون ها طعمه خودشون رو میشورن چون میخوان بهداشت رو رعایت کنن. اما حقیقت اینه که این موضوع هیچ ربطی به تمیزی و بهداشت اونها نداره. دانشمندها به این نتیجه رسیدن که این حیوانات پنجه های حساسی دارن و آب میتونه به عنوان یک فعال کننده عصبی در اونها عمل کنه. دانشمندها متوجه شدن دست راکون‌ها حس لامسه‌ای مشابه انسان داره. وقتی راکون دستش رو در آب قرار میده، این توانایی به حساسیت بیشتری میرسه. بنابراین کاری که راکون انجام میده بررسی دقیق تر جسم یا غذا با استفاده از حس لامسه هست. اینکه غالباً ماها تصورات و برداشت‌های باطل و بی اساسی در مورد موضوعات پیرامون خودمون داریم، ریشه در خیالات ما داره. متاسفانه این جنس خیالات دامنگیر قالب ما انسان ها هست. تو جهانی بر خیالی بین روان. خیالات رشته‌ای به گردن ما انداختن و هر کجا که بخوان ما رو میکشن. ما باید بپذیریم گرفتاری ها، مشکلات، گره های کور زندگیمون ریشه در خیالات نادرست ما داره. به همین جهت حافظ علیه رحمه میگفت شستشویی کن و وانگه به خرابات